من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا. در اینجا خدای عزوجل امور سگانه را برای دفع عذاب بیان می کند. امور سگانه چی بودن؟ قبلا خواندیم. شرک نکنید، ظلم نکنید، احسان کنید. در این آیات که هم بیان حقوق الله است و هم حقوق العباد الله ذکر می فرماید وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. رب فیصله کرده که شما عبادت نکنید هیچ کسی را بغیر از الله. این امر اول است. و بالوالدین احسانا، امر دوم به مادر و پدر احسان کنید، به اونها نیکی بکنید. خب نیکی با والدین، اولا الا تعبدوا الا ایاه شرک است. عبادت غیر خدا چیه؟ شرک است. و بالوالدین احسان، این احسان است. ظلم بعدا میاد. باز تنها برای پدر و مادر احسان نیست، برای حقه و المسکین و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اینا تمام جزء احسان هستند. اما یبلغن، تفصیل حقوق والدین. ببین این آیه بیشترین حقوق را برای والدین این آیه بیان کرده. 5 چیز به شما توصیه می کند. 1. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما، اگر برسن نزد شما به پیری یکی از آنان یا هر دو، فلا تقل لهما اف، کلمه اف را به آنان نگویید، در حق آنان نگویید. اف معنیش چیه؟ اف اینه که انسان اظهار نارضایتی بکند برای خدمت اونها. خدمت میکنه ولی طوری نشان میده که حوصله ندارم، شما باری هستید بر من. این وقتی که دیدگاه بشه برای اونها خیلی سخت میشه. پس اف به اونها نگویید. اف سبکترین کلمه هست. علما نوشتن از این اگر یه چیزی سبکتر بود خدا اون را ذکر میکرد. پس وقتی که به حق شما اف نمیتونی بگید، پس به ناحق شما نمیتونی اونها را بزنید، نمیتونی شکنجه بدید، نمیتونید که تند برید، تشر برید. لذا الله میفرماید که فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، و آنها را توبیخ نکن، و قل لهما قولا کریما، به آنان سخن کریمانه بگو، یعنی زیبا، جمیل، سخنی که دلشون را خوش کنی، سخنی که اونها را خرسند کنی. بله، همواره به فکرشان باش. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه،
خب سه تا بیان شد، یکی فلا تقل لهما اف، یکی ولا تنهرهما، سرزنش نکن اونها را، سوم وقل لهما قولا کریما، چهارم در مقابل اونها متواضع باش، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، ذل یعنی تواضع. هذه استعاره في الشفقه والرحمه بهما، قرطبی گفته این جناح الذل استعاره است از اینکه شفقت و رحمت در حق اونها باید داشته باشیم. جناح الذل که من الرحمه، نشأت گرفته باشه از رحمت. یعنی گاهی انسان تکلفاً جلو اونها تواضع میکنن، نه، در دلت نسبت به اونها مهربانی باشد. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. پنجمین حق، برای اونها همواره دعای خیر کن، بگو بار اله بر آنان رحم کن، کما ربیانی صغیرا، همان طوری که آنان بر من رحم کردند و در کوچکی مرا تربیت کردند. این کاف هم میتونه کاف تشبیه باشه، چنانچه من به همین معنا کردم تشبیه، همان گونه که آنان مرا تربیت کردند. دوم کاف به معنی لام هست، تعلیلیه هست، خدایا بر اونها رحم کن. چرا؟ به علت اینکه آنها بر من رحم کردند و مرا تربیت کردند. خب این پنج حق را الله بیان فرمود. الان الله ترغیب به اخلاص میده، میگه من از همه ظاهر و باطن شما خبر دارم. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، رب بهتر میداند آنچه که در وجودتان است، در نفوس شماست. ان تکونوا صالحین، اگر شما صالح باشید، از ته دل صالح باشید، خدا هم به شما رجوع میکنه. فانه کان للاوابین غفورا، خداوند به اوابین یعنی رجوع کنندگان، بنویسید الیه بالتوبه، اونهایی که به خدا رجوع میکنن با توبه، خدا نسبت به اونها غفور است. و آت ذا القربى، خب این ادامه احسان است. شما به پدر و مادر احسان کنید و همچنین به خویشاوندان دیگر، اینها هم جز احسانات هستند. و آت ذا القربى حقه، به خویشاوند بده حقش را، و المسکین، به مسکین بده، و ابن السبیل، به مسافر بده. ولا تبذر تبذیرا، تبذیر نکن، خرج تبذیر چیه؟ حضرت عبدالله ابن مسعود را پرسیده از تبذیر، فرمود انفاق مال فی غیر حقه، مال را در غیر حقش خرج کرده میشه تبذیر. یا مال را باید صدقه کرد، باید نفقه زن و بچه کرد، باید لباس یتیم کرد، اما کسی مال را در راه معصیت صرف می کند، این تبذیر است. پس ارز کنم که فانه ولا تبذر تبذیرا، پس شما تبذیر نکنید، یعنی مال را در راه خلاف شر خرج نکنید. مثلا گوسفند را برای غیر الله کشتن، این تبذیر است، چون که در راه حرام کشت. پول دادن برای موسیقی و برای نمیدانم ارگ و امثال اینها، این چی از تبذیر است، چون پول را در راه معصیت داری میدی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کنندگان برادران شیاطینند. چرا؟ ببینید همانطور که شیطان تلاش میکند در فساد کشیدن انسان ها، مبذرین هم تلاش میکنند، یعنی مالشان را در راه معصیت خرج میکنند. خب از این راه معصیت و طریق معصیت چیکار میکنند؟ فساد را پخش میکنند، همه مردم را دعوت میدن به سوی شرک، به سوی موسیقیات، به سوی انواع گناهان. و کان الشیطان لربه کفورا، شیطان نسبت به پروردگار ناسپاس است، مبذرم ناسپاس است. خداوند به او لطف کرده، بهش پول داده،
این پول را میبرد در راه معصیت مصرف میکند. و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک، اینجا بیان رد جمیل است. خداوند فرمود به چه کسانی بدید صدقه را، مصارف را بیان فرمود. الان الله تعالی بیان می فرماید که اگر شما از اینهایی که ذکر شدن، ذل قربا، مسکین، ابن السبیل، از اینها اگر میخواستید اعراض کنید، اعراض به دلیل چی است؟ به دلیل ناداری. مثلا پول نداشتی که به اونها بدی، کمکشون بکنی، حداقل سخن زیبا بهشون بگو. و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک، اگر شما اعراض کنید، رویگردانی کنید از آنان به خاطر ابتغاء رحمت، طلب رحمتی از جانب رب، یعنی چون خودت نداری از خدا رحمت میخوایی، این گدا که پیشت آمد نداری، فقل لهم قولا میسورا، رحمتی که ترجوها شما انتظارش را دارید، اون وقت به آنها قول آسان بگو، میسور بگو. قول میسور یعنی سهلا لینا، آسان، نرم. و هو الرد بالطریق الاحسن کبیر، با طریق احسن رد کردن. ولا تجعل یدک مغلولة الى عنقک، الله می فرماید دستهایت را قفل زده به گردنت نبند، قرار نده، یعنی بخل نکن. ولا تبسطها کل البسط، باز هم نکن دستها را کل البسط، یعنی کاملا بست، همه چیز را بریز برای زن و بچه، چیزی نگذار، این کار را هم نکن. فتقعد ملوما محسورا، ملوم منشینی یعنی ملامت شده، محسورا درمانده، خسته، اون وقت کاری از دست شما نمیشه. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، بدون شک پروردگار تو هست که فراخ می کند یا تنگ می کند رزق را برای هر کسی که بخواهد. انه کان بعباده خبیرا بصیرا، همانا الله عزوجل نسبت به بندگانش خبر دارد و بینا است، از همه احوال اونها خبر دارد. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، خب این ظلم است، شرک نکنید، ظلم نکنید، احسان کنید. احسان خوانده به والدین، به آت ذی القربی حقه، شرک نکنید، لا تعبدون الا ایاه. این ظلم است که میگه ظلم هم نکنید. چندین نوع ظلم هستند. اول ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نکشید اولادتان را از بیم فقر. ببینید بچه ها را در زمان قدیم، در زمان جاهلیت، نه تنها دختر بچه ها را، پسر بچه ها را هم میکشتند. وقتی که تعدادشون زیاد میشد و میگفتن ما نمیتوانیم نان بدیم، خرج بدیم، بعضی از پسر بچه ها را هم از بین میبردند. پس این را الله ذکر کرد و من کرد. بعضی گفتم بچه ها را از تعلیم دین محروم کردن هم مصادف با قتل اونهاست. یعنی چنان محرومشون میکنید به فکر دینشون نیستید که حتی خدا را نمیشناسند، پیغمبر را نمیشناسند، توحید را نمیدانند. پس این وقتی که دین و ایمان ندارد او را کشتی. نحن نرزقهم و ایاکم، ما هم به آنها رزق میدهیم هم به شما. اول اونها را ذکر کرد، توجه کنید، نرزقهم. در جای دیگه اول نرزقکم، اول اونها را ذکر کرد، چون که خدا تا بچه‌ای به انسان بده دری برای رزقش باز میکند. و بعضی علما گفتن که اونها مقدم، شما مؤخر، چون که رزق شما به سبب اونهاست.
حدیثی است که پیغمبر فرمود انما تنصرون و ترزقون بضعفائکم، شما اگر مورد یاری خدا قرار میگیرید یا رزق داده میشوید به سبب ضعفایتون هست، افراد ضعیف در میان شما. خب این بچه طفل که تو گهواره از ضعیفه، پس الله تعالی می فرماید ما اونها را رزق میدیم و شما را هم به سبب اونها. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، بدون شک کشتن اونها خطای کبیری هست، خطای بزرگی هست. خب این ظلم اول بود. ظلم دوم ولا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نروید، انه کان فاحشة، این در شر فاحشه است، و ساء سبیلا، راه بسیار بدی هست. الله فرمود ولا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نرو. زنا چطور ظلم است؟ نتیجه زنا فرزند حرام میشه. این فرزند حرام از اول تا آخر مظلومه، نه پدری داره نه نسبی داره. چه بسا این بچه ها را میبرند تو خرابه ها میاندازند، تو اشغالدان ها میاندازند که اینها همونجا میمیرند. این مگه ظلم کوچکی هست؟ پس زنا خودش یک ظلم بزرگ هست. بله. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، شما نکشید اون نفسی را که خدا حرام قرار داده کشتنش را، الا بالحق، مگر به حق. کشتن انسان به سه صورت روا میشه، حرام میشه. یکی این که العیاذ بالله مرتد بشه، دوم این که زنا بکند محسن باشد، سوم این که انسانی را کشته باشد. بغیر از اینها کشتن انسان درست نیست. الا بالحق تفسیرش همین ستاست. و من قتل مظلوما، هر کسی که مظلومانه یعنی بناحق کشته بشه، فقد جعلنا لولیه سلطانا، این وعده خداست. الله می فرماید ما به ولیش، به وارثانش تسلط میدیم، یعنی حتما بر قاتل تسلط پیدا می کند. فلا یسرف فی القتل، پس وقتی که اونا تسلط پیدا کردن در قتل اسراف و زیاده روی نکند. انه کان منصورا، بدون شک اون منصور هست. یعنی چی؟ یعنی اون مورد نصرت الهی قرار میگیرد که ولی وقتی که ظلم نکند، از خدا کمک بخواهد، پدرش برادرش کشته شده، الله او را یاری میکند. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یکی دیگر از موارد ظلم هست، نزدیک مال یتیم نروید. اینجا هم همون مبالغه و همون تأکیدی که در موضوع زنا بود، ولا تقربوا الزنا، نفرمود مال یتیم نخورید، نزدیکش نروید، سخت بر حذر می‌دارد از مال یتیم. الا بالتی هی احسن، مگر به اون طریقی، به اون روشی، به اون خصلتی که بهتر باشد، یعنی شرعاً برای شما جایز باشد. و اون چی هست؟ و هی ما فیه صلاح مالی، صورتی هست که صلاح و خیر مالش در اون است. یعنی در صورت نزدیک بریشت و در صورت مالش را دست بزنید و در صورت قاطی کنید با مال خودتان که مصلحت همین باشد، خیر همین باشد. ما صورتهاش را در اول سوره نساء خواندیم که تفکیک و جدا کردن و جدا هزینه کردن شاید برای یتیم ضرری داشته باشد، در اون صورت هست. حتی یبلغ اشده، تا زمانی که این یتیم به سن قوت و به سن بلوغ عقلی برسد، لذا تا اون زمان نزدیک مالش نروید. اون زمان که رسید
دیگه مالش را به او تحویل می دهید. و اوفو بالعهد، یکی دیگر از موارد عهد هست و یکی از ظلم ها عهد شکنی هست. لذا فرمود به عهد وفادار باشید. منظور از عهد چی هست؟ اکثرا معتقدم منظور از عهد عام هست، چه عهدی که انسان با خدا دارد مطلق عهد گفته شده. عهد با خدا، عهد به اوامر الله تعالی و نواهی. مدارک، تفسیر مدارک گفته العهد به اوامر الله تعالی و نواهیه. ما عهد بستیم که تمام اوامر خدا را ما اجرا کنیم، عمل کنیم به اونها. و یا اینکه عهد با بندگان خدا پیمان میبندیم، عهد میبندیم، میثاقنامه امضا میکنیم. اینها را وقتی که با هم میبندیم، با هم داریم، به اونها پایبند باشیم، وفا داشته باشیم. الله می فرماید ان العهد کان مسئولا، بدون شک عهد مسئول است، یعنی مورد بازخواست میشه. درباره عهد از شما سوال میشه. مسئولا با اینش نیست، در قیامت ازش سوال میشه که ای انسان چقدر پایبند عهدت بودی. و اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، شما به کیل را کامل کنید. اذا کلتم، وقتی که کیل کردید برای کسی، وزنوا بالقسطاس المستقیم، و وزن کنید با ترازوی مستقیم. یعنی در وزن هم عدل را، عدالت را پیش بگیرید. ترازوی کج نباشد، ترازوی مستقیم باشد. ذالک خیر و احسن تأویلا، این بهتر است و زیباتر است به اعتبار نتیجه. به اعتبار تأویل یعنی نتیجه و عاقبت پسندیده تر و بهتر است. ولا تقف ما لیس لك به علم، ششمین مورد، دنبال نکن آن چیزی را که علمش را نداری. دنبال نکن، لا تقف یعنی لا تتبع. چطور دنبال نکن؟ دنبال نکن با امام قرطبی گفته، قال القرطبی لا تتبع الحدس والظنون. لا تقف یعنی لا تتبع، حدس و گمانها را دنبال نکن. یعنی یک چیزی را فکر میکنی که اینطور است، الان به مردم میگه اینطور است، در حالی که اونطور نیست. شما از حدست گفتی، از گمانت گفتی. ولا تقف ما لیس لك به علم، پیگیری نکن، دنبال نکن اون چیزی را که علمش را نداری. هر چیزی که انسان بدون علم، بدون اطلاع بگه، از این بازخواست میشه. از اعضای انسان سوال میشه. گوش شما کجا شنیدید؟ به چشم شما کجا دیدید؟ لذا الله می فرماید ان السمع والبصر والفؤاد، بدون شک گوش و چشم و دل، قلب، کل اولئک کان عنه مسئولا، همه اینها از آن سوال کرده میشه. هر یک از اینها از آن سوال کرده میشه. ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض. یکی دیگر از موارد، در زمین با مرح، با تکبر، با غرور راه نرو. چرا؟ انک لن تخرق الارض، این علت هست، چون تو هرگز پاره نمی کنی زمین را. ولن تبلغ الجبال طولا، و هرگز به کوها نمیرسی از نظر طول. یعنی تو چنان قدرتی نداری که بتوانی زمین پاره کنی. تو چنان قد و قیافه‌ای نداری، قد و قواره‌ای نداری که قدت به کوها برسه. یعنی اسباب تکبر،
اون صفاتی که باعث تکبر میشه هم در وجودت وجود ندارد. پس فما معنی هذا المرح والبطر، وقتی که چنان ضعیف هستی، چنان ناتوان هستی، معنای مرح و بطر، غرور و تکبر در وجودت چیه؟ کل ذلك کان سیئه عند ربک مکروها، همه اینها سیئش یعنی اونی که بد هست، اونی که نامناسب است، نزد پروردگارت مکروه است، نزد الله ناپسندیده است. یعنی تمام اینهایی که بد هستند، چون بعضی ها مثلا نیکی بودن، اوفو بالعهد، تمام سیء نزد پروردگار مکروه است. خب ذلك مما اوحى الیک ربک من الحکمه، الان این ذالک اشاره به امور ثلاثه هست. از وقضا ربک شروع شد، این سه چیز، شرک نکردن، ظلم نکردن، احسان کردن، از اون مواردی است که ای پیغمبر من وحی میکند به سوی تو ربت از حکمت، یعنی اینا موافق حکمت هستند، موافق فطرت انسانی هستند. این حکمت همینه، لأنه المقصود والتوحید رأس كل حکمه. ببین اینا مقصود زندگی هستند و در رأس این همه حکمت ها چی بود؟ توحید بود. از کجا شروع شد؟ و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. بس این چی هست؟ اینا از حکمت هستند. و اون چیزی که جالب و زیبا و حکمت آفرین هست اینی که آغاز هم با توحید، پایان هم با توحید. آغاز با چی بود؟ وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. این امور ثلاثه پایان میابد با این جمله ولا تجعل مع الله الها آخر، قرار نده با الله معبود دیگر، فتلقا فی جهنم ملوما مدحورا، انداخته میشه در جهنم ملوما ملامت شده، مدحورا یعنی دفع شده، حول داده شده، یعنی دفت میکنن، میاندازنت. خب پس ببینید، پس اول هم با توحید، آخر هم با توحید. همین جامع البیان گفته که لأنه المقصود والتوحید رأس كل حکمه، مقصود حکمت است و توحید هم رأس كل حکمت است. امام رازی گفته انه تعالی بدأ هذه التکالیف بالامر بالتوحید والنهی عن الشرک. خدای تعالی این تکالیف را، این دستوراتی که به ما مکلفین داد، اینها را آغاز کرد با چی؟ با امر به توحید و نهی از شرک. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و ختمها بعین هذا المعنى. پایان هم همین معنی هست. در پایان چی خواندید؟ ولا تجعل مع الله الها آخر. این بیانگر نکته مهمی هست، میفرماید امام رازی. اون نکته این است که اول و آخر توحید، مهمترین مورد توحید، محور توحید، بقیه همه حول حوش توحید. میفرماید والمقصود منه التنبیه، مقصود از این که اول هم با لا تعبدو، آخرم لا تجعل، تنبیه على ان كل عمل و قول و فعل و ذکر، هر عملی، هر قولی، هر فعلی، هر ذکری، هر تسبیحی یجب ان یکون ذکر التوحید اوله و آخره. لازم است که توحید اول و آخرش باشه. يجب أن يكون ذكر التوحيد تنبيها على أن المقصود من جميع التكاليف هو معرفة التوحيد والاستغراق فيه. این نکته هم از اینجا حاصل میشه که ذکر توحید مقصود اصلی تمام
تکالیفی که الله ما را مکلف می کند، همه اینها برای چی هست؟ برای توحید و استغراق شدن، محو شدن در توحید. لذا ملاحظه فرمودید که اول و آخر این مباحث توحید بود. حال الله تعالی زجر بیان می فرماید، توبیخ، سرزنش. شما برای خدا دختران را نسبت می دهید، ملائکه را. شما بگید که خداوند برای شما پسر پسندیده، برای خودش دختر. افاصفاکم ربکم بالبنین، آیا برگزید الله شما را، رب شما با پسران، و اتخذ من الملائکة اناثا، و خودش از ملائکه دختر انتخاب کرد. انکم لتقولون قولا عظیما، همانا شما قول عظیم، سخن بسیار بزرگ دارین میگویید. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، باز هم زجر توبیخ، سرزنش بر این که ما همه این نکات را، موارد را، ریز را، درشت را در قرآن بار بار ذکر می کنیم، صرفنا می گردانیم، لیذکروا، تا اینها پند بگیرند، تا اینها موحد بشند، تا اینها یکتا پرست بشند. اما و ما یزیدهم الا نفورا، این مطالب در اونها نمی افزاید مگر در تنفرشان، یعنی روز به روز بیشتر فاصله می گیرند. چرا در نفور می افزاید؟ به دلیل اینکه آنها اعتقاد داشتند قرآن جادو هست، قرآن مطالب جادوگری دارد. قرطبی میگه وذلك لانهم اعتقدوا في القرآن انه حیلة و سحر و کهانة و شعر. آنها اعتقاد دارند که این قرآن حیله هست، این قرآن سحر است، این قرآن شعر است، کهانت است. قرطبی پس به این خاطر قرآن به جای اینکه اونها را اصلاح بکند اعتقاد دیگه ندارند. و ما یزیدهم الا نفورا، بیشترین چیزی که اونها از قرآن نمی پسندیدند بحث احکام نبود، نماز و زکات نبود. اونها که نمی پسندیدند توحید را نمی پسندیدند، یکتا پرستی را ازش دوری می کردند و خدایان دیگر را معبود می دانستند. الله تعالی در اینجا بیان می فرماید که اگر دیگه خدایانی بود، اگر آلهه دیگری بود، اونها خودشون راه قرب را، راه رسیدن به خدا را اونها برای خود پیدا می کردند. الله می فرماید قل لو کان معه آلهه، اعلام کن اگر با خدا آلهه دیگه موجود، کما یقولون، همان گونه که آنان میگویند، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، در این هنگام آنها می طلبیدن به طرف ذی العرش، به طرف الله. ذو العرش الله هست. سبیلا یعنی راه قرب، راه نزدیکی، یعنی هر یکی خودشون سعی میکرد با خدا نزدیک بشند. آلهه قیل معنا علامه آلوسی گفته لطلبوا الی ذی العرش سبیلا بالتقرب الیه، معالم التنزیل، که خودشان را به خدا نزدیک کنند. پس منظور اینه که تقرب و قرب خدا را حاصل کنند. اگر خدایانی بود، اگر آلهه بود، خود اونها تلاش میکردند خودشون را به الله نزدیک کنند، ولی نیست. سبحانه و تعالی، پاک است اون ذات و برتر است، بالاتر است، عما یقولون علوا کبیرا، از آنچه که مردم میگویند، علوا کبیرا، بالاتری بزرگ، برتری بزرگ. تسبح له السماوات السبع والارض
و من فیهن، برتری الله و بالاتری الله را بیان می فرماید. الله می فرماید تسبح له السماوات السبع، تسبیح می گوید، پاکی او را بیان می کند. السماوات السبع، آسمان های هفتگانه، والارض، و همچنین زمین، و من فیهن، و تمام آنچه که در آسمان ها و زمین هستند. و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست مگر تسبیح و حمد الله را بیان می کند. ولكن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما تسبیحشان را نمی فهمید. این درخت ها، سنگ ها، کوه ها، دشت دمن، همه تسبیح الله را بیان می کند، اما شما نمی شنوید، شما نمی فهمید. الله عزوجل می بیند، می شنود، می داند. انه کان حلیما غفورا. اما شما انسان ها بجای تسبیح، تسبیح معنیش از پاکی، پاکی از شریک، پاکی از عیب، پاکی از همسر و همتا، از فرزند اولاد. اما شما چقدر ناسپاسید که شما بجای تسبیح برای خدا شریک قائل هستید و شریک اعتراف میکنید. انه کان حلیما. خب این عقیده ها می طلبد الله فورا شما را عذاب بده. چرا عذاب نمیده؟ چون حلیم است، الله بردبار است، الله تحمل می کند. و باز فرموده غفورم، بخشاینده هم است. این تشویق است به توبه، که یعنی الله ضمناً داره تشویق میکنه برگرد به سوی خدا، توبه کن، چون الله توبه پذیر و غفور است، بخشاینده است. و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک. خب ما قبلا خواندیم ولکن لا تفقهون، اینها شما نمی فهمید، یا اینکه الله تعالی همه چیز را در قرآن بیان کرده. ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا، ما همه چیز را در قرآن بیان کردیم تا که پند بگیرند. خب چرا اینها پند نمیگیرند؟ الله می فرماید مسئله اینها فرق داره. مشرکان، دشمنان خدا، بین اینها و بین پیغمبر، بین اینها و بین تلاوت کننده قرآن، بین اینها و بین که مطالب قرآنی را به اینها میرساند حجاب خدا گذاشته. حجابی هست، پرده‌ای هست. این حجاب معنوی هست، شما نمی بینید. این حجاب باعث شده که اینها از ایمان، از فهمیدن محروم باشند. الله می فرماید این حجاب چیه؟ همون مهر جباریت است که شما خواندید. و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک، هرگاه شما قرآن می خوانید، قرآن تلاوت می کنید، جعلنا بینک و بین الذین، قرار دادیم ما بین شما و بین کسانی که لا یؤمنون، ایمان نمی آورن به آخرت، ما قرار دادیم حجابا مستورا، حجابی پرده‌ای که مستور هست. مستور یعنی ستر کرده، پوشیده همه چیز را که اینها نمی فهمند، درک نمی کنند، قرآن را متوجه نمیشن، چون از پشت پرده هستند. و جعلنا علی قلوبهم، این بیان حجاب است، بیان حجابن است. چطور؟ الله می فرماید دلشان را در غلاف قرار دادیم از اینکه بفهمد، اصلا نمی فهمند قرآن را، درک نمی کنند. و جعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوا، ما بر دلهایشان اکنه قرار دادیم، غلاف قرار دادیم، ان یفقهوه، از این که بفهمند. و فی آذانهم وقرا، و در گوشهایشان بار هست، در گوشهایشان بار سنگین است که نمیشنوند حق را. و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده، حتی چنان آنها از توحید تنفر دارند که هرگاه ربت را در قرآن تنها یاد میکنی، ولوا علی ادبارهم نفورا، آنها پشت میدهند، بر میگردند بر پشتشان، در حالی که نفورا یعنی توحید، از توحید تنفر دارند.
از توحید گریزان هستند. نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک. این نتیجه دوم تنفر و نفرت از قرآن است. الله می فرماید ما بهتر می دانیم بما یستمعون به، چه چیزی اینها استماع می کنند. ببینید مشرکین می آمدند سخنان رسول الله را گوش می کردند، اما با چه نیت؟ با این نیتی که با هم وقتی که جلسات خصوصی تشکیل می دادند ایراد بگیرند، مسخره بکنند، بهانه بیارند. وقتی که بهانه گیرشون نمی آمد در سخنان آن حضرت، در کلام خدا وقتی که پیدا نمی کردن، اون وقت می گفتن مسحور است. مسحور یعنی جادو زده، جادو شده. لذا الله می فرماید نحن اعلم بما یستمعون به، ما بهتر می دانیم آنها چه چیزی را گوش می کنند. اذ یستمعون الیک، زمانی که آنها استماع می کنند به سوی شما و سخنان شما. و اذ هم نجوا، زمانی که آنها با هم سرگوشی می کنند، حرفهای خصوصی می زنند. اذ یقول الظالمون، زمانی که آنها می گویند، از ظالمان می گویند، نفرمود یقولون، آنان می گویند، گفت یقول الظالمون. اسم مظهر به جای مضمر، ظاهر به جای ضمیر. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه میخوان نشان بده اینها ظالم هستند. زمانی که ظالم ها میگویند ان تتبعون الا رجلا مسحورا، شما پیروی نمی کنید مگر مردی که مسحور است، یعنی جادو شده هست، جادو بر او اثر کرده. الله می فرماید انظر کیف ضربوا لك الامثال، پیامبر من، محبوب من، ببین چگونه برای شما مثل بیان میکنند. امثال اینجا به معنی صفت است. چه صفاتی برای شما بیان میکنند؟ یک روز شاعر میگند، الان میگن جادو شده بر او. فضلوا، این نتیجه هست. فضلوا، اینا گمراه شدند. فلا یستطیعون سبیلا، هرگز نمیتوانند راهی را پیدا بکنند، راه هدایت را، راه رسیدن به خدا را. اینها به خاطر همین گمراهی هم منکر توحید بودند، منکر یکتاپرستی خدا، و هم منکر قیامت بودند. حتی می گفتند آیا ما وقتی که تبدیل به استخوان‌های پوسیده بشیم دوباره زنده میشیم؟ و قالوا اذا كنا عظاما، پس در گذشته بحث انکار توحیدشان بود و این بحث انکار قیامتشان هست. و قالوا اذا كنا عظاما، آنان میگویند هرگاه ما هرگاه بشیم استخوان و رفاتا و پوسیده، یعنی تبدیل بشیم به رفات، خاکستر، استخوانهای پوسیده. اینا لمبعوثون خلقا جدیدا، آیا ما به خلق جدیدی مبعوث میشیم؟ دوباره از قبرها بلند میشیم؟ الله تعالی جواب میده. الله میفرماید در هر حال باشید، خدا شما را دوباره از قبرهایتون زنده بیرون میکند. قل كونوا حجارة او حدیدا، الله می فرماید ای محبوب من به آنان بگو کونوا حجارة، شما سنگ باشید، او حدیدا یا آهن باشید، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا چنان مخلوقی مما یکبر فی صدورکم، از آنچه که بزرگتر است در دلهای شما، یعنی اونی که از سنگ و از آهن سختتر و سفتر است چیه؟ هر چی تو دل شماست. مثلا فولاد باشید، هر چی باشید شما را الله دوباره زنده می کند، هر چی باشید. فسیقولون من یعیدنا، اونا میگن کیه که ما را زنده می کند، اعاده می کند؟ قل الذی فطرکم اول مره، بگو آن ذاتی که شما را بار اول پیدا کرد. ببینید جوابشون هم است، دلیلش هم است. دلیلش چیه؟
که هو الذی فطرکم اول مره، بار اول وقتی که هیچ وجودی شما نداشتید، هیچ الگویی و نقشه قبلی برای پیدایش شما نبود، شما را پیدا کرد. بار دوم چرا نتوند؟ بار دوم که شما پیدا شدید، شیرازه شما، نقشه قبلی شما، همه چیز موجوده، چرا نتوند؟ قل الذی فطرکم اول مره. تفسیر خازن و معالم اینجا نوشتن فمن قدر على الانشاء قدر على الاعاده. اون ذاتی که برای پیدا کردن اولی قدرت دارد، برای اعاده و دوباره پیدا کردن هم قدرت دارد. لذا الله می فرماید قل الذی فطرکم اول مره فسینغضون الیک رؤوسهم. ینغضون یعنی یحرکون، سر تکان میده. عجب، پس ما را دوباره بعد از این که تبدیل به خاکستر بشیم هم زنده میکنند. و یقولون متى هو، سر را به صورت مسخره تکان میده و میگه کی ما را دوباره زنده میکنند. فسینغضون الیک، تفسیر جلاله نوشته تعجبا، یعنی از روی تعجب تکان میدهند به سوی شما سرهایشون را و به صورت استهزاء و مسخره میگن. و یقولون متى هو، کی هست آن؟ الله تعالی جواب میده، الله عزوجل جواب میده و در جواب تخویف اخروی هم است. اول خدا می فرماید که قل عسى ان یکون قریبا، بگو امید هست که اون روز نزدیک باشد، روزی که شما دوباره زنده می شوید چی باشد؟ نزدیک باشد. و بعد از این تخویف است. یوم یدعوکم، روزی که شما را فرا می خواند، بنویسی به وسیله اسرافیل، سور می دمد، همه شما را از قبر الله فرا می خواند. یوم یدعوکم، روزی که شما را فرا می خواند، فتستجیبون بحمده، شما اجابت می کنید به حمد الله عزوجل، حمد او را بیان می کنید، همه با حمد خدا اجابت می کنید و دوام به سوی میدان محشر. و تظنون ان لبثتم الا قلیلا، به آنان بگو که شما فکر می کردید، فکر می کنید که ان لبثتم، نماندید در دنیا مگر اندک، روزهای کمی در دنیا ماندید. یعنی اونجا وقتی که هیبت اون روز را، وحشت اون روز را ببینید، همه دنیا را فراموش میکنید، ماندن در دنیا را فراموش میکنید. لذا اون روز می آید. این تخویف شد. و قل لعبادی یقول التي هی احسن. ببینید اونها همش مسخره میکردند، مشرکان همش مسخره میکردند، اما الله عزوجل به پیغمبرش میگه که شما دلائل را با طریق احسن بیان کن. طریق احسن کدومه؟ مسخره اونها می طلبد که ما با توپ و تشر بیان کنیم، با سب و شتم بیان بکنیم، با دشنام دادن اونها بیان بکنیم، اما نه، اونها هرچی کفرگویی می کنند، هرچی نادانی می کنند، شما روشتون روش زیبا باشد، شما اخلاق مداری را، شما استدلال و منطق را، اینها را فراموش نکن. روش احسن اینها هستند، همراه با حجت، دلیل، منطق، اخلاق، همه این موارد را چی کن؟ رعایت کن. تفسیر کبیر میگه اذا اردتم ایراد الحجت علی المخالفین، وقتی شما خواستید که حجت را بر مخالفین دلیل ذکر کنید، فاذکروا تلک الدلائل بالطریق الاحسن، این دلائل را با طریق احسن شما بیان کن، ذکر کن. و این فکر نکن که اینها به ما مسخره کردن، به توحید خدا مسخره کردن، شرک کردن، لذا الفاظ زننده، الفاظ کوبنده به اینها بگیم. نه،
وهو الا يكون ذکر الحجه مخلوطا بالشتم والسب کبیر. امام رازی گفته تفسیرش اینه که وقتی حجت بیان میکنی، وقتی دلیل بیان میکنی، همراه با سب و شتم نباشد، قاطی با توپ و تشر نباشد، با تندگویی نباشد. شما از روی عقل و منطق دلائل خودتون را بیان کنید. این طریق حسن است. ان الشیطان ینزغ بینهم، علت اینه که شیطان همواره وسوسه میکنه بینشان. وقتی که شما تند باشید، شیطان چیکار میکند؟ وسوسه میکند و اونها را متنفرتر میکنند. ما هدف ما خیرخواهی است، ما نمیخوایم دورتر بشن، ما میخوایم اصلاح بشن. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، همانا شیطان برای انسان دشمن آشکار است. ربکم اعلم بكم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم. اینجا التفات هست به سوی اهل مکه و همچنین التفات از غیبت هست به خطاب، ببخشید از اول صیغه غائب بود، الان صیغه خطاب، چون که روی سخن برمیگرده به اهل مکه. الله می فرماید ربکم اعلم بكم، ای مخاطبین قرآن، ای انسان ها، رب شما نسبت به شما عالم تر است، شما را خوب میداند. اگر خدا بخواهد شما را بر شما رحم بکند، به شما توفیق هدایت میده، و اگر خدا بخواهد شما را عذاب بده، هدایت را از شما سلب میکند، از شما میگیرد. الله می فرماید ان یشاء یرحمکم، اگر خدا بخواهد بر شما رحم میکند، شما بنیسید با توفیق هدایت. او ان یشاء یعذبکم، یا اینکه خدا بخواهد شما را عذاب میده، بنیسید با سلب توفیق، توفیق از شما گرفته میشه. و ما ارسلناک علیهم وکیلا، ای پیامبر ما تو را به عنوان وکیل نفرستادیم، ما به عنوان کارساز نفرستادیم. نفی مختار کن، شما مبلغ ما هستید، پیام رسان ما هستید، لذا مشکل گشای اونها نیستید. و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض، همچنین رب عالم تر است به تمام آن ملائکه‌ای که فی السماوات در آسمان ها هستند، والارض و همچنین آن جنات و انسان هایی که در زمین هستند. الله آنها را میداند، هیچ یک از اونها صفات الوهیت را ندارد، صفات خدایی را ندارد. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، همانا ما فضیلت دادیم بعضی از انبیاء را بر بعضی دیگر از انبیاء. و آتینا داوود زبورا، ما به داوود زبور دادیم، به داوود ما زبور دادیم. ببینید از بین تمام کتاب ها چرا ذکر کتاب داوود آمد؟ به خاطر اینکه در کتاب داوود درباره رسول الله صلی الله علیه وسلم با صراحت و تصریح بیشتری نوشته، و در کتاب داوود بود که امت پیغمبر خاتم خیر الامم هست. این مطلب را علامه اندلسی در بحر المحیط نوشته. و خص داوود بالذکر هنا، داوود را اینجا خاصتا ذکر کرد، لانه تعالی ذکر فی الزبور، چون که خدای تعالی در زبور ذکر کرده که ان محمدا خاتم النبیین، محمد خاتم النبیین است، و ان امته خیر الامم، امتش بهترین امم است. به این خاطر میگه و آتینا داوود زبورا. و بعضی دیگه میگویند که داوود کتابی که داشت زبور را خاصتا ذکر کرد، چون که در زبور بحث احکام نبود، مسائل نبود،
حلال و حرام نبود. زبور فقط دعا و مناجات و تحمید و تمجید خداست. لذا می فرماید الزبور کتاب لیس فیها حلال ولا حرام. زبور کتابی بود که تو اون بحث حلال و حرام نبود، ولا حدود، نه حدود الهی، حد و حدود، و انما هو دعاء و تحمید و تمجید. قرطبی کتابی بود که توش دعا و تحمید و تمجید. پس انبیا خدا را با خدا مناجات می کردند، دعا می کردند. اما همه این انبیا دعوتشون این بود که شما بغیر از خدا دیگران را صدا نزنید. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه، بگو بخوانید شما کسانی را که فکر میکنید و گمان میکنید بغیر از خداوند. شما فکر میکنید که آنان بغیر از خداوند مشکل شما را حل میکنند، شما اونها را بخوانید. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اینها نمیتوانند دور کنند ضرر را از شما، ولا تحویلا یعنی ولا تغییرا، نمیتونن وضعیت را تغییر بدند، عوض کنند. این فرشته ها، انبیا، بزرگان، صالحین که شما اونها را میخوانید هیچ کاری نمیتوانند بکنند، نمیتوانند از شما ضرری، آسیبی، مصیبتی دور کنند. بلکه اولئک الذین یدعون، خود اینها انبیا و ملائکه منظور هستند، مراد هستند. این انبیا و ملائکه خودشان یدعون، اینها خودشان یدعون، اینها یدعون که مشرکین آنها را صدا میکنه، یدعونهم، همین هایی که مشرکین آنها را صدا میزنند خودشان یبتغون الی ربهم الوسیله، می طلبند به پیش پروردگارشان وسیله را. یعنی هر یکی دنبال این هست که به خدا برسد. دنبال چی هست؟ وسیله هست. ایهم اقرب، وسیله این که کدوم یک از اونها به خدا نزدیکتر بشه. هر یکی این را می طلبند و یرجون رحمته، خودشان امیدوار رحمت خدا هستند، و یخافون عذابه، از عذاب خدا می ترسند. ان عذاب ربک کان محذورا، عذاب پروردگار محذورا یعنی چیزی هست که باید از او برحذر بود، از او خود را دور کرد، از او اجتناب کرد. پس خداوند عزوجل، ببینید مراد آیه را اول بفهمید، بعدا بحث کوتاهی خدمت شما دارم. مراد الله در این آیه این است که این بزرگان، این اولیاء، این صالحین، انبیا، فرشتگان، اینها خودشان به سوی الله دنبال وسیله هستند که به خدا برسند. ایهم اقرب، خودشان تلاش میکنند که به خدا نزدیک بشند. علامه آلوسی نوشته اولئک الذین ای المعبودون، اینهایی که شما میخوانید یعنی معبودها، یطلب من هو اقرب منه الوسیله الی الله تعالی، می طلبد هر یکی که کدوم یک از اونها به خدا نزدیکتر بشه از نگاه وسیله. یعنی با وسیله چی به خدا نزدیکتر بشه؟ به طاعته، با وسیله طاعت خدا. پس اینها که هر اونی که به خدا نزدیکتر است هنوز دنبال وسیله هست که نزدیکتر بشه، یعنی دنبال طاعت، بندگی، ذکر، تسبیح، تحمید. فکیف بالابعد، پس اونی که دور هست چطور؟ اون هم نمیتونه حاجت شما را برآورده بکند. پس خلاصه این شد که الله میفرماید اینهایی که شما میخوانید اینا خودشان دنبال قرب خدا هستند،
دنبال نزدیک شدن به خدا هستند. چطور شما اینها را میخوانید؟ صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل